انسانی که هدایت می شود نمیتوند هدایت برای خودش تنها بخواهد. سیستم هدایت کامل این که وقتی هدایت شدی از تاریکی بدت میآید، حتی در برادرت. اینطوری نیست که تو هدایت بشی بعد میگی مردم به جهنم بذار تاریک باشن. کسی که درونش با نور ایمان روشن شد تحمل تاریکی در برادرش ندارد. اونهایی که میگن ما خودمون سیریم، ما خودمون که کاملیم، ما خودمون که مشکلی نداریم، جامعه به جهنم، اونها هدایت کامل نشدن حتی اگر در نماز صبح شرکت میکنن. اونهایی که کاری به خیر و شر جامعه ندارن اگر پیشانیش تو نماز صبح هم به زمین میماله در نماز صبح که نفاق نیست، اون هدایت کامل نشده. هدایت کامل این که دو صفت امر به معروف